با عرض سلام از صمیم قلب از همه شما عزیزانی که در روزهای گذشته با پیام‌های محبت‌آمیز، تسلیت و دعاهای خود در کنار ما بودید، صمیمانه سپاسگزاریم. همینطور که بسیاری از شما مطلع هستید، مراسم اصلی یادبود پدر عزیزمون جناب اسقف ادوارد هوفسپیان روز شنبه 25 جولای ساعت 4:30 بعد از ظهر در کلیسای امانوئل در مرکز لندن برگزار میشه. حضور در این مراسم برای عموم آزاد هست، اما ثبت نام الزامی هست. پس اگر مایل به شرکت در این مراسم هستید، لطفاً در روزهای آتی از طریق لینک ثبت نامی که در زیر همین پست یا همراه این پست قرار داده میشه نام خودتون رو ثبت کنید. این مراسم همچنین به صورت زنده هم پخش خواهد شد و لینک مربوطه در روزهای نزدیکتر به مراسم به اشتراک گذاشته میشه. همچنین مایلیم برای رفع هر گونه ابهامی نکته‌ای رو با شما در میان بگذاریم. در روزهای آینده مراسم‌های یادبود متعددی در نقاط مختلف جهان به یاد زندگی و خدمت پدرم برگزار خواهد شد. با اینکه از برگزاری همه این مراسم صمیمانه قدردان و همچنین دلگرم هستیم، ولی مراسم اصلی یادبودی که تمامی اعضای خانواده هم در اون حضور خواهند داشت، همون مراسم روز شنبه 25 جولای در کلیسای امانوئل در مرکز لندن هست. این مراسم به میزبانی خانواده کلیسای ایرانیان شمال لندن برگزار میشه، همون کلیسایی که پدرم سالها با وفاداری به عنوان شبان ارشد در اون خدمت کرده. پس اگر در لندن یا شهرها و کشورهای اطراف هستید و امکان حضور دارید، باعث افتخار و دلگرمی ما خواهد بود که در این مراسم در کنار ما باشید تا با هم زندگی، میراث و بیش از همه ایمان وفادارانه پدرمون به خداوند رو گرامی بداریم. بار دیگه از محبت، حمایت و دعاهای مستمر شما برای خانوادهمون قلباً سپاسگزاریم.